سلام علیکم. سلام آقای گلمراد. خوبی؟ سلامتی؟ ممنون. سلامت. مرسی. خیلی ممنون. میگم آقا گلمراد شما چند سالتونه؟ من سال بله 20 سال. 20 سالتونه؟ 20 سال. چه خوب، از منم بزرگتری. میگم شغلتون چیه آقا گلمراد؟ الان که شغل نیست، کارم نیست. خب این بیکاریه، ولی بابام بازنشسته است. چه خوب، ولی وقتی ازدواج کردیم شما باید کار پیدا کنید. باشه پیدا. میگم خونه دارین آقا گلمراد؟ خونه بابام داره. خونه زیاد، چند طبقه خونه داره. بابام داره. آقا گلمراد شما باید خودت کار کنی.